ذوق. تا حالا ذوق انجام کاری رو داشتین؟ این موضوع اپیزود ذوق پادکست محور هستش. من تو این اپیزود راجع به انیمیشن سول صحبت کردم. احتمالاً این انیمیشن زیبا رو دیده باشین و اگه ندیدین حتما بهتون پیشنهاد میکنم که همین الان برین این انیمیشن باحال رو ببینید. تصویرش رو اینجاها میذارم، میبینید الان تریلرش رو. واقعاً انگاری هر کدوم از ما برای انجام یک کاری که ذوقش رو داریم یک رسالتی به این دنیا فرستاده شدیم و چه خوب که در مسیر رویاهامون حرکت کنیم. اینو آخر اپیزود میگم که به قول بابک بختیاری، کارآفرین موفق ایرانی، میگه که رویاهاتو دنبال کن، اونا مسیر رو بلدن.